همه مریدان علی از همین قماشند؟ خاک و شپشش را می‌تکاندید، بعد داخل دارالحکومه‌اش می‌کردید. چند وقت از تنت به آب نخورده خرما فروش؟ شما قصه می‌کنی؟ اولا خاک پاک کننده است و در غیاب آب میتواند رفع حاجت کند. ثانیاً شپش در این دنیا خونم را بمکد به از آن است که تن فربهم در گور گرفتار مار و عقرب شود. ثالثاً این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند و الا نه من خاک و خودیم و نه شپشی با خود دارم. عشق اگر علی سرکارم آرزوست، من سرگذشته بشم تنبارم آرزوست، خرما فروختن شهرکارم آرزوست، رستم شدن بیانوی بازارم آرزوست، بالای دار است و زنم جان. یا علی یا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا